که از دولت ایران و برای خودشون در همین جلسه عثمان آخوند که یک مدرسه خیلی عالی قدر در علوم دینی متبحر بالا دست خودش نداشته و چون مقررات و مسائل حقوقی رو آخوندها، مسائل سیاسی آخوندها، اختلافات را آخوندها با شریعت حل و فصل میکنند و اونها مردم تشخیص دادند به جای اینکه یک خانه یک شخصی مثلا غیر مذهبی رو به نام شاه انتخاب بکنند، این دفعه عثمان آخوند مدرس معروف و عالم بزرگی مثلا اهل کنشتبه رو به نام شاه انتخاب کرده و این شخص هم شاهی خودش رو قبول کرد. حالا این چطور شاهی بود؟ این شاهی بود که نه گارد سلطنتی داشت، نه دربار سلطنتی داشت، نه قشونی بود که او فرمان بده، نه کار جنگی و اختلافات جنگی که همینطور آخوند بود همینطور موند و به کار آخوندی خودش مشغول بود. من تا پایتخت او رو آوردن گذاشتن در آقلا، این خودش اتوا جعفروایه هم و در این جلسه نقار نقاضت که بین اتوا جعفروای بود با هم دیگر دشمنی که داشتن در این جلسه آشتی کردن و بر علیه دولت ایران از جمله بغلربگی استراباد به همین ترتیب که اینا کشته شده بودن اعلان جنگ دادن و این ادامه داشت تا اون روزی که رضا شاه بعد از اینکه خزعل رو سرنگون کرد، پدر برادران قشقایی‌ها رو مثلا کشت، پدر ناصر خان، خسرو خان، ملک منصور خان اینا رو کشت، اونها رو تسلیم بادر کرد. همینطور سرکردگی بلوچ‌ها رو از بین برد. قیام کلنل متقی خان فسیان رو در خراسان خاموش کرد و شکست داد که ایران در اون موقع دوره خانخانی را عملا طی می‌کرد. یا دولت مرکزی هیچ نیروی نداشت که این خانها را مثلا در اختیار خود در تحت اختیار خودش بذاره. و رضا شاه که اومد یواش یواش یکی حالا مونده بود داره که علم استقلال برافراخته بود که اینم لازم بود که بیاد ترکمن‌ها را مثلا به قول خودشون سرکوب بکنه تسلیم بکنه. اینجا یک دفعه خاموش کنید نوارو بس باجده به غرب بیاد رودخانه، درسته؟ بعد بشه به طرف شما اینجا رودخانه گرگان اومد اینجا پل رودخانه گرگانه پل یک امچره، درسته؟ اینجا یک پیش خورده در اینجا به طرف مشرق به طرف مغرب اینجا توت دیوانا هم و اینجا وایستاده. اینجا به دور دایره شکل زیر سایه این توت آخوندها بزرگان قوم
قاطی جلو نشستن. ملاحظه میکنید آتوای جعفروای، بزرگان آتوای، بزرگان جعفروای. گوکلانیا بودن؟ گوکلانیا نبودم، گوکلانیا شرکت نکردم، خودکام شرکت نکردم. جز مال آتوای جعفروای. فهمیدید؟ بعد از ظهر بوده صبح بوده؟ صبح بعد یک روز بودم، صبح بعد از ظهرم طول کشید. فهمیدید؟ سایه درخت حرکت میکنه دیگه؟ سایه درخت حرکت میکنه، برای سایه درختی که مثلا حرکت کرده بودن اون موقع حرکت میکنه، صبح میشنم، بعد نهار میخورم، بعد دوباره اونجا که سایه میشنم. فهمیدید؟ اینطوری. پس بزرگان توی دایره، فهمیدید؟ با شاعر کم اینطوری نشستن. اون وقت تفنگچی های آتوای جعفروای قاطی و هم دورور تفنگ هاشون چنبات مدده دست خودشون اینطور وایستاده تفنگ ها دستشون؟ آره. فهمیدی؟ پشتشون آویزونی در دستشونه که میخوایم نقشش بکشیم. آماده باش. آره. توت هم اونقدر زیاد برگم نداشت، برگ داشت اما زیاد نداشت که ما هم که بالا بودیم همه چیز میدیدیم. برق ریخته بودیم. آره. طرف رودخانه پای انداخته بود. رودخانه دور بود. از رودخانه کمی دورتر دیگه. فهمیدی؟ درختی که کنارش هندوانه پنگاه شد که اون هم جنوب غربی رودخانه است که اون چلی میشه اون موقع اونجا نشستن و این چطور اون وقت حرف میزدن با هم که این حرفاشون رو ما درست نمیفهمیدیم، بچه بودیم. فهمیدیم؟ اون وقت یه نفر مولا، فهمیدیم؟ که مولا که البته چله نداشت اون آدم، امامه نداشت. اون بعد از این که بحث میکنن بین خودشون، حرف میزنن و شروع میکنن، بعد آخر سر یکی میپرسه میگه راضیمون راضی ملازم مولا سورشی یه نفر سورشی هستومه ترکمن تلفیون ما oturuyor kadar oturuyor mutfaktan baya. Oturun yerine soruyor. Hemmesi eşkıya. Oturumdan içmevi var mı ya doğunu var mı? İçmevim yok, doğunu var. Oraya kışlarla o var. Ya ve buyur lan. Çavdu var, çavdu. Türkmenin çavdu derse orada çavdu var. Mollalarım akbalaklı. Ahundan mollalar, ahunlar dinleseyle, molla seyle değil. مولا سے امامن درن آخونده ضرورت شد. پس موضوعها البته من تمام این موضوعی که در اونجا مطرح شده هم نشنیدم، هم شنیدم، هم نمیدونستم که مثلا درست مرتب دقیق و شما بگم در اینجا. اون چیزی که اساسی ترین چیزی که شنیدن داد کشیدن گفتن ey mesela yaşlılar, ağalar, Osman Ahun'un şavalmağını razıyım ya razı der. Hemmesi birdenike razı. Kudu Türkmen işimi gemran ki diye farklışı burası. Yerinden Truva ettiler şunu. Yok, burada bir yere oğlu otu. Oğlu otu. Oturun yerine el kaldırıyor ettiler. Yok, otur el kaldırıyor. Ses ulan. وغير أول أيديا مثلا عثمان شاهد بالقوم مثل Hüdürlüyer Südani Türkmenlerin işlerinin Türkmen halkının şahı olmak var. Eğer razı olsanız, razı diyorsanız, eğer razı olmasanız nerede? Sonra mı? Razı, eğer razı da olsa razı da diyorlar. Ben نشنیدم در اونجا سوالی اینطور داده باشه، چند تا سوال داده باشه کسی بگیم من ارادی دار نشنیدم. اینم بهتون بگم. فهمیده؟ پس